یه دوستی تعریف میکرد در شهرستان لاهیجان، اونهایی که مهاجرت میکنن خانواده اونا با اون زمانی که اینا از ایران خارج میشن باتری ساعت اتاقشو در میارن که مشخص بشه که این آقا چی ساعتی از اینجا رفته و اینو تو یک جایگاه به خصوص آویزون میکنن و یه دیواری هست بین 4 پادشاه و میدان این دیوار رو آویزون میکنن. اگه مسیر تا اون سمت خود میتونی نگاه بکنی، خیلی ساعت ها اینجا آویزونه و تو اونجا قرار گرفته. ساعت هایی با زمان های مختلف، یعنی زمانی که این بچه ها ایران رو ترک کردن اون زمانی هست که دقایق فریز شده، باتری شد در آوردن، سال دیگه خوابیده تو اون زمان به خصوص. واقعا برام جالب بود، گفتم که این موضوع رو با شما به اشتراک بذارم. ساقی بیا